کفر یعنی که پوشاندن حقیقت و کافر کسیه که حقیقت رو میپوشونه، انکار میکنه، که اکثر آدم و اکثر ما در این حالت هستیم. چرا من دارم حقیقت رو انکار میکنم؟ چرا من دارم به خودم دروغ میگم؟ من به هر کسی که بتونم دروغ بگم، به خودم که نمیتونم دروغ بگم که. من توی یک رابطه با یه شخصی هستم، اون شخص انسان، آدم دروغگوییه، آدم پنهانکاریه، آدم دروییه و من این رو میبینم و انکارش میکنم و میگم نه این آدم خوبیه چون داره حرفای خیلی خوبی میزنه. بله خیلی حرفای خیلی قشنگی میزنن، ولی بری تو زندگیشون میبینی چه آدمهایی هستن. اصلا زمین تا آسمون اون حرف با عمله خیلی متفاوته. اون چیزی که داره میگه با اون چیزی که اصلا تو عملش کاملا متفاوته. همه میتونن خوب حرف بزنن،